میخوایم امروز کوفته درست کنیم. پیاز رو سرخ میکنیم، ادویه میزنیم، بعد گوجه میزنیم، رب میذاریم کنار سسشو، بعد چخچرده میزنیم، لپه میریزیم، زرش، سبزی معطر، ادویه، کوفته ها رو گلگلی میکنیم، میذاریم تو قابلمه، آب میریزیم، هنوز به اون نمک نرسیده. خب یه دونم تخم مرغ خب آماده سرو هنوز کوفته ها رو درست نکردی میگی آماده سرو. باخه مورده. آره دیگه. آها بستا دله بور اوله.